هر کسی امروز میگه که جایی که 70 کس دیدی ما هست، این نادرست است. من امروز باوری دارم که در تاجیکستان هر یک انسانی که ناموس دارد، وجدان دارد، ایمان دارد، از رحمان بیزار است و هر یک کسی که ناموس دارد، ایمان دارد، وجدان دارد با ماست. زیرا ما میخواهیم که در تاجیکستان آزاد زندگی کنیم، زیرا ما به مقابل یک ظالم، یک خائن، یک دشمن ملت، یک قتال ملت مبارزه میبریم، زیرا که راه ما راه حق است، زیرا که ما در راه خداییم. ما برای آن میخیزیم که دختران تاجیک را زیر پای عرب و تینکی های دیگر نکنن. ما برای این میخیزیم. ما کسی نیستیم. شاید همچون شخص من نمیگه که ما کی هستیم و کی هستیم، اما ما هدف داریم، ما عقیده داریم، ما راه داریم، ما ایمان داریم، ما اسلام داریم. شما ببینید کسی که هر نفری که از رحمان دستگیری میکند باور کنید یا انسان است یا من نمیدونم یک انسان منقورت است، یعنی انسانی که گذشته و آینده ندارد، یک انسانی که اخلاق ندارد، یک انسانی که مثل خر است، فقط دو گوش دارد و دو پای دو دست. هر کسی که طرفدار رحمان است من اعلام میکنم انسان نیست، شرف ندارد، ناموس ندارد. بگذار یک نفر از همین طرفدارای رحمان رو به من گوید که رحمان رو برای تاجیکستان چیکار کرد. شما ببینید 2 میلیون تاجیکستانی خود همین گناه رحمان رو بس که 2 میلیون مردم تاجیکستان گستربایت کرد، غلام کرد. خود گناه رحمان و همین یک گناه رحمان رو بس که زمین تاجیکستان رو به خطای فروخت. همین یک گناه رحمان رو بس که این از مردان تاجیکستان، این از زنای تاجیکستان از ناامیدی خودشان به دار می‌آویزند، به آتش می‌زنند، به دریا می‌اندازند. همین یک گناه رحمان رو بس است که به جای آن که زواد سازد، کارخانه سازد، به جای آن که من یک سیخ سازد، این هر روز چایخانه می‌سازد و قصر و کشت می‌سازد. همین یک گناه رحمان رو بس که ریش مردم ملیسه های رحمان رو می‌تراشند. همین یک گناه رحمان رو بس است که امروز تاجیکان بیچاره بدبخت در چین کجاها، در سوریه در کجاها جنگ میکنند. همین یک گناه رحمان رو بس است که ملت بزرگ ما را، ملتی که به دنیا خیام و سینای و فردوسی داده بود، امروز در دنیا همچون روشن و جمشید میشناسند. شما بی انصافا، شما کثیفا، شما لعنتی ها، آنهایی که از رحمان استایش میکنید، شما در فیسبوک، در ادکلاسی، در روزنامه هاتون اقلا یک بار نمیگوید که ای داداجان یتابالله تو انا این دلیل گفتی، این سند گفتی، لیکن گپ این است شما فقط دشنام میکنید، تحقیر میکنید، صورتهای اوریان میکشید. شما ای کثیفان، شما ای سگان لعین، وقتی شما نزدیک آمده است با این رفتارتون، با این کردارتون نفرت ما اظهار میکنید. شما با این کردارتون، با این رفتارتون سکی طرفدارای ما اظهار میکنید. چقدر که خود رحمان میگه یک جهان تشکر به شما، یک جهان تشکر به شما کثیفان که شما چهره رحمان رو بستید، یک جهان تشکر به شما کثیفان که شما اسکران رحمان رو بستید، یک جهان تشکر به شما کثیفان که شما افسران جنرال رحمان رو بستید. یک جهان تشکر.